heute und liebe Freunde. سلام دوستان نهایت گرامی به یک ویدیوی آموزش زبان آلمانی از یوتیوب چینل نوید و شکیلا خوش آمدید. دوستان نهایت گرامی امروز به ادامه همون درسی که برای عاشقا ها مانده بودم فکر کردم که یک متن دیگه هم برای کسایی که عاشق و در زمان عاشقی به سر میبرن به امید رقم آدم ها یک ویدیوی دیگه هم به زبان آلمانی تهیه کنید. دوستان به نهایت گرامی کتابچه قلمتان آماده باشه. Let's go. چطور با آلمانی خود سایه عزیز بگذاریم یک گوی دیگه در آمد میخواستم او رو بگیم او خارج از موضوع درس بود نخواستم بگیم اشکال نداره البته رب داشت بعد در ویدیوهای بعدی میگیم براتون. Ich denke die ganze Zeit an dich. Ich denke die ganze Zeit an dich. من تمام وقت به تو فکر میکنم. چقدر قشنگ است این جمله. کسایی که دوست دختر آلمانی اتریشی CBC دارن، کسایی که دوست پسر دارن، کسایی که خانمای خیلی خوش دارن بگین Ich denke die ganze Zeit an dich. من تمام وقت به تو فکر میکنم. auch wenn ich dir nicht schreibe. همچنان وقتی که برایت نمی نویسیم چیزی مثلا. همچنان وقتی که برایت نمی نویسم. Ich denke die ganze Zeit an dich, auch wenn ich dir nicht schreibe. همچنان وقتی که برایت چیزی نمی نویسم. Ich vermisse dich so sehr, Schatz. Schatz. اینجا یک قسمت میتونیم یک کامه بذاریم. Ich vermisse dich so sehr, Schatz. دلم برایت خیلی تنگ شده عزیز من. دلم برایت خیلی تنگ شده. خیلی تنگ شده عزیزم. Schatz. Schatz. سعی امیر یعنی قسمت از زیره میتونین به تنهایی استفاده کنید. سلام خانم کنین که میتونین خانم میتونین به حساب دوست دختر خود دوست پسر اینطوری صدا کنید. Schatz. Hallo Schatz. حتی برای طفلی که خیلی دوستش دارین برای طفل خود میتونین بگین. برای کسی دیگه نمیتونین بگین هالو شاتس. فقط میتونن دوست دخترها و دوست پسرها میتونن با هم دیگه صحبت کنن. کسایی که ازدواج کرده میتونن اینطوری بگن هالو شاتس. هالو شاتس. Ich vermisse dich so sehr. دلم برات خیلی تنگ شده. شاتس عزیزم. این کلمه بار معنایی بسیار بالایی داره. که مثلا سلام میکنی یا به جای گوتن تاگ یا مثلا چی میکنی هلو شاتس بگی گوتن تاگ شاتس. یا تنها میتونی مثلا به جای گریتسی میکنی هلو شاتس سلام عزیزم. هلو شاتس سلام عزیزم. خیلی قشنگه این. دوستان نهایت گرامی با لایک و کامنت و سابسکرایب تان انرژی بزرگی به ما میدهید. لطفا ما را سابسکرایب کنید. لطفا ما را کامنت بذارید. بریم وایتر.
Okay, بریم weiter. Auch wenn ich dich nicht anrufe و همچنان وقتی که برایت تماس نمیگیرم. در با جمله بالا گفتیم که ich vermisse dich so ich vermisse dich so sehr Schatz. دلم برایت خیلی تنگ شده عزیزم. بعد میتونیم بگیم که auch و همچنان auch wenn ich dich nicht anrufe همچنان وقتی که برایت تماس نمیگیرم. بعد میتونیم بگیم که ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich ich mag dich ich mag dich میتونیم بگیم ich mag dich. دوباره تکرار میکنم دوستای عزیز، این گونه جملات شما را کمک میکنه تا به طرف مقابلتان بفهمانید که آره من تو را دوست دارم و به تو فکر میکنم، ما عاشق از تویم و تو برایم عزیزی ارزش داره. Ich denke die ganze Zeit an dich. من تمام وقت به تو فکر میکنم. Wenn ich dir nicht schreibe. همچنان وقتی که برایت نمی نویسم. Ich vermisse dich so sehr Schatz. دلم برایت خیلی تنگ شده عزیزم. Auch wenn ich dich nicht anrufe و همچنان وقتی که برایت تماس نمیگیرم. Ich liebe dich ich mag dich. این در واقع چی رو نشان میده؟ یک چیزی رو نشان میده که من میگه در واقع کسی را که دوست داره، کسی که برایت عزیز است، این به تو فکر میکنم همچنان وقتی که برایت چیزی نمی نویسم، همچنان برایت که زمانی که برایت زنگ نمیزنم تو در دل شیرین هستی، یعنی تو شده جزء زندگی من و به تو فکر میکنم. اینجا است که شما میتونین رابطه زناشوییتان را، رابطه دوستیتان را قشنگ و زیباتر کنین. مهم نیست که شما در کجای دنیا قرار دارید، در کجای دنیا زندگی میکنید. مهم این است که چی برای طرف مقابلتان می نویسید. دوستان نهایت گرامی، من یک چیز رو بگیم و او را به عنوان یک توصیه برایتان میگیم. بیایید میخوام فکر کنیم که یک دونه مسیجی که نوشته میکنیم برای یک کسی، شاید امو آخرین مسیج و اولین مسیج باشه، شاید فردای در کار نباشه. آخرین مسیج و اولین مسیج ما باید زیبا باشه، باید قشنگ باشه. Ich denke die ganze Zeit an dich, auch wenn ich dir nicht schreibe. Ich vermisse dich so sehr, Schatz. Auch wenn ich dich nicht anrufe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. دوست دارم. Ich mag dich.